Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Hamvatanoni aziz, امیدوارم همه کس خوب و سلامت هستین. امروز باز خبری داغ داریم. سبحان الله، کودکی 10 ساله تاجیک را بیرحمانه یک روسی حرامزاده به قتل رساند با کرد. 4 نفر تاجیک را تهمت کردند و 3 سال 4 سال پیش گویا آنها تروریست باشند. تا امروز سودی آنها را یعنی تصدیق کردن نمیتوانند. فکت و دلیل ندارند که آنها را سود کنند. گوشی فلک را کار کردند که تاجیک‌ها تروریست گفته روس‌ها. اکنون این حادثه که امروز، این دهشتی که امروز روح داد، کودکی 10 ساله تاجیک را به قتل رسانید روس و این رحمانفی مادر به خطا با غمنیتی مادر فروش و کن فروش و زن فروشش خاموش هستند. پس ملت تاجیک باید بیدار شوند که دشمن ملت تاجیک این حرامزاده، این مادر به خطا، این دشمن خلق تاجیک چرا ناتوان نکرد؟ چرا اعلان نکرد که این حادثه تروریستی؟ برای اینکه این زنی بینیکای پوتین است. این غمنیتش خایلیس این هستن، این خایلیس پوتین است. به همین خاطر هموطنان عزیز، سبحان الله، بیدار شویتان. باز برآمده است میگوید سال 2027 برق افسانه می شود. این بوزکی وعده خلاف علاقه یا 10 بار وعدهش را شکست، عهدش را شکست، یا 15 بار خطا نکنم. به همین خاطر تا این اولاد حرامزاده هست شما روز روشنایی را هرگز و هرگز نخواهید دید. باز یک چیزی دیگر را خاطر رسانتان میکنم. مردم تاجیک غمنیتش کو؟ همه غمنیتش یک استودیو دارد. تمام آدمای گویا داشته دزدار آورده است و گویا که وای آدما فالبینای و والله بالله تالله این کاری ساخته همین حرامزاده ها است. اینها بازی کرده ایستادند با این مردم که این مردم را فریب کنند و گویا اینا قهرمان باشند و یگان تی اخبارهای اینها راست نیست، همش دروغ است. با بلاگراش میپرن گریه و ناله و با دیگر بلاگرای خایلیست دلی ما با این سوخت و ما پدر و مادرم وای با جای این گرفتیم. هوش و یاد شما رو با دیگر طرف برداشتن که شما برق نپرسید، شما کار نپرسید. سبحان الله، آدم تا این درجه بی عقل، آدم تا این درجه گرنگی ساده نمیشود. سبحان الله. مردم تاجیک، مردم حیله های این مادر به خطا رو شما نمیدانید مگر کدام آدمی بفهم، کدام آدمی که عقل و فراست دارد در طول 35 سال این برای شما برق داده نتوانست، بعد 2 سال این شما برق میداده است. به همین خاطر هر انسانی که این ظالمی مادر به خطا را باور میکند و احمقترین روی این دنیا است، روی این زمین است. بیدار شویتان، بیدار شویتان که سبحان الله وای کودک بیرحمانه قتل کردن پدر لعنت. این حرامزاده با غمنیتی دزد و غارتگرش خاموش است. تنها راه نجات مردم مظلوم تاجیک 200 مرد جنگی به از 100,000 این پرخوک وعده خلاف دروغگو را باید کوز ماند، باید نکله نشناند. دیگر یگان راه نیست. اگر 20 سال دیگر ما گپ زنیم کو این حرامزاده هیچ جا نمی رود، این مادر به خطا هیچ جا نمی رود. این تمام تاجیکستان را از خود کرده است با اولاد دزد و غارتگری فاحشه‌اش. ما باید بخشش تمام پول و مالی که این حرامی از این ملت غارت کرد گرفته گشته به خود این ملت دهیم و در تاجیکستان زواد و فابریکه برپا کنیم و آنجا نزد زن و فرزند و پدر و مادر و اهل و بیت ما زندگی کنیم. غلامی و دربدری خاکبستری بس. این مادر به خطا، این قاتل ملت تاجیک، این حرامزاده اگر ملت تاجیک را دوست می داشت هر سال مهاجرا کو 5 میلیارد 8 میلیارد دلار روا میکنند.
کو یک بار همین حرامزادی مادر به خطای خر تجاوز کن برآمده یعنی دقلت کرده بود که همین مردم همه قدر پول روان کردن بودجه تاجیکستان با یک بار گفت هزارها جوان تاجیک را رنگ این کودک کشتن یک بار همدردی کرد والله بالله تالله همدردی نکرده است پس این دشمنی ما و شما است ای مردم در گوش فیل خوابیده حال روزای دهشت از پیش است این را مطمئن باشین با امیدی برق نشوین با امیدی زندگی نشوین با امید یعنی که این حرامزاده غمخواری شما است این فکرهای از سرتان دور کنین این دشمنی ما و شما است باید ما این حرامیه با اولادش سرنگون و نیست و نابود سازیم السلام علیکم